سلام میکنم به شما دوست عزیزم. هانیه عالم هستم و در خدمتتونم با کتاب قدرت باور دکتر جو دیسپنزا. تو این قسمت توضیح میده که چجوری ما یه جورایی با ذهن جدید به ژن‌های جدید اون میخوایم سیگنال بدیم. ابتدا در مورد حالا مغز صحبت میکنه که میاد میگه لوب پیشانی ما که همین قسمت جلوی مغزمون هستش مرکز خلاقیتمونه. یعنی اگر فردی خلاقیت خیلی زیادی نداره تو این قسمت ممکنه مشکل داشته باشه. خب این همون بخشی از مغزه که ما باهاش چیزای جدید یاد میگیریم، یه جورایی رویاها رو تو سرمون میپرورونیم، تصمیمای آگاهانه میگیریم یا حتی نیتامون تو همین بخش از مغزمون هستش. یه جورایی میشه گفتش که این بخش مدیرعامل مغزه، یعنی لوب پیشانی مدیرعامل مغزمون هستش. خب این لوب پیشانی وقتی ما روی یک چیز خاصی متمرکز میشیم و روی مثلا فرض کنید یک اتفاقی داریم بهش فکر میکنیم با تمرکز زیاد، چی کار میکنه؟ این لوب پیشانی میاد ورودیایی که به مغز قراره بیاد رو کاهش میده. مثلا چیزی ممکن نشنویم، نبینیم و یه جورایی تمرکز ما روی اون چیزی که داریم فکر میکنیم بالا میره. و ما وقتی روی کار خاصی داریم تمرکز میکنیم دقت کردید که اصلا زمان و مکان یادمون میره، اصلا یادمون نیست مثلا الان چه ساعتیه یا اصلا بعضی موقع الان کجا هستم. یعنی توی کاری خیلی وقتی شدید دارید تمرکز میکنید حتی یادمون نمیاد که کجا هستیم در اون لحظه. حالا فرض کنید که شما میخواین بیاین برای خودتون یه آینده جدیدی رو تصور کنید. فرض کنید شما مریضین، درد دارین و یه آینده‌ای رو میخواین برای خودتون تصور کنید که بدون درد باشه. یه سوال مطرح میکنید که زندگی من اگر بدون درد باشه و بدون این محدودیت ها باشه چه شکلیه؟ خب تو چند ثانیه این لوب پیشانی میاد چیکار میکنه؟ یه سری نیت سلامتی ایجاد میکنه، یه جورایی تصویر ذهنی سالم بودن رو براتون خلق میکنه تا شما بتونید اون رو تجسم کنید. خب اگر بعضی از افراد تو تجسم کردن هم مشکل دارن، داستان همین قسمت لوب پیشانیشون هستش که درست خوب کار نمیکنه تو این زمینه. این لوب پیشانی حالا نقش این یه رهبر سمفونی رو بازی میکنه. یعنی میاد چیکار میکنه؟ یه سری شبکه‌های نورونی رو انتخاب میکنه، یه حالت ذهنی جدید ایجاد میکنه، یه جورایی سیمکشی مغز رو داره تغییر میده. پس باعث میشه که یک تصویر ذهنی جدید از اینکه اگر من درد نداشته باشم، محدودیت نداشته باشم، زندگیم چجوری میشه، این تصویر رو لوب پیشانی براتون ایجاد میکنه. حالا ببینیم که این نوروشیمی بدن چه اتفاقی براش میفته. خب اگر این نیت شما خیلی قوی باشه، این لوب پیشانی هم بتونه شبکه‌های عصبی رو خیلی درست حسابی ردیف کنه، یه لحظه‌ای پیش میاد که یک تجربه واقعی توی مغزتون ایجاد میشه که حتی از یه تجربه واقعی بیرونی هم واقعی تره و اون تجربه واقعی باعث میشه که یه سری احساسات به وجود بیاد. خب یه سری مواد شیمیایی تولید میشه تو بدن، به مراکز هورمونی میره، تو دی ان ای و سلول های پیامی داده میشه و بر مبنای این پیام های مغز یه سری ژن ها روشن میشن، یه سری ژن ها خاموش میشن. خب اینجا الان یک فلوچارتی کشیده که من براتون میخونم که تغییرات بدن ما رو فقط با فکر کردن چجوری میتونیم ایجاد کنیم. 1 افکار، 2 این افکار رو شبکه‌های عصبی تاثیر میذاره. شبکه‌های عصبی نوروپپتیدها و هورمون‌ها رو تاثیر میزنه. اونا سیگنال‌های اپیژنتیکی به سلول‌ها میفرستن. بعد جایگاه‌های گیرنده سلول‌ها فعال میشن. بعد تو مرحله بعد دی ان ای تنظیم و انتخاب میشه. تو مرحله بعدی پروتئین ها معلوم میشه که باید کدوم پروتئین ها ترشح بشه. تو مرحله بعدی ما به سلامت جسم میرسیم. پس ببینید این که میگن فکر کردن روی سلامت بدن تاثیر میذاره، این دیگه الان از لحاظ علم اپیژنتیک کاملا اثبات شده است.
تو قسمت دیگه هم در رابطه با سلول‌های بنیادی صحبت میکنه که میگه این سلول‌های بنیادی یه جورایی لوح سفیدن که هر جایی که لازم باشه به اون سلول مورد نیاز بدن تبدیل میشن. مثلا سلولای مایچه‌ای، سلولای استخوانی، سلولای پوستی، سلولای ایمنی، سلولای عصبی مغز. یه جورایی اینا میتونن به همه مدل سلولی تبدیل بشن. خب فرض کنید شما دستتون رو بریدین. این الان یه ترومای فیزیکیه برای دست شما دیگه، درسته؟ باید یه سری ژنای خاص روشن بشن، پروتئینای خاصی بسازن. بعد این پروتئینا میرن به سلولای بنیادی دستور میدن که آقا تبدیل شو به یه سلول سالم پوستی. حالا شما فرض کنید تو بدن چقدر داره این اتفاق میفته. مثلا فرض کنید یه سری تو کبد، تو عضلات، تو پوست، تو روده، همه جا اینا دارن هی تبدیل میشن به اون سلول‌های مورد نیاز بدن. حالا یه سری تحقیقات انجام دادن، دیدن که اگر یه فردی مثلا یه حالت عاطفی خیلی قوی منفی مثل خشم داشته باشه، این سلولا پیام‌ها رو درست نمیگیرن که کجا برو به چی تبدیل بشو. بر همینه که اون بهبود زخم توی بیمارانی که دچار خشم میشدن، دچار احساسات بد میشدن، درست انجام نمیشه، چون این سلولا اصلا این پارازیت اون خشمه مثلا براشون، بنابراین پیامو دریافت نمیکنن اصلا. چرا این اتفاق میفته؟ چون بدن وقتی مثلا فرض کنید شما تو حالت خشم هستین، یه سری اثرات شیمیایی توی بدنتون داره ایجاد میشه، دیگه فرصتی نداره که بره روی رشد و پرورش بدن یه جورایی وقت بذاره، که الان کار ضروری تر داره، اون خشم رو باید کنترل کنه. بنابراین مثلا میبینیم بهبود به زمان بیشتری نیاز پیدا میکنه. خب حالا وقتی ما میاییم یه نیت درست حسابی میکنیم، یه تمرکزی میکنیم، احساسات خوبی رو هم بهش وصل میکنیم برای سلامتی فرض کنیم، چه اتفاقی میفته؟ یه سری سیگنالای درست حسابی به دی ان ای سلولامون میره، یه سری پروتئینا تو بدنمون یه جورایی تولید میشه که اینا باعث میشن اون سلولای بنیادی برن و به سلولهای تازه تبدیل بشن. خب پس حالا متوجه شدیم که سلولای بنیادی برای ما نقش بسیار مفیدی دارن. تو قسمت بعدی میخواد در رابطه با اینکه نیت، احساسات خوب چجوری میتونه بیولوژی ما رو تغییر بده، در مورد این میخواد صحبت بکنه. جالب اینجاست که کلاً عواطف و احساسات به همون کمک میکنه که بتونیم تغییرات اپیژنتیکی بیشتری رو توی بدنمون ایجاد کنیم و سرعت این تغییرات رو هم بالا میبره. مثلا یادتونه توی فصلهای قبلی وقتی در مورد خنده صحبت میشد، میگفتن که 1 ساعت فیلم کمدی اگه ببینید بتونید بخندید، حدود 39 تا ژنتون تنظیم میشه که 14 تا از این 39 تا خودشون جزء ژنایی هستن که میتونن سیستم ایمنیتون رو ضعیف کنن. پس یعنی عملا ما وقتی 1 ساعت فیلم کمدی نگاه میکنیم 14 ژن سیستم ایمنیمون رو قوی میکنیم. تازه با همین فیلم خنده‌دار اومدن تو تحقیقات نگاه کردن کلی مقدار آنتیبادی های مختلف تو بدن آدما اضافه میشه. حتی توی یه سری تحقیقات ژاپنی اومدن بچه موشا رو 5 روز قلقلک دادن 5 دقیقه تا ببینن این عواطف مثبت توشون چه تغییراتی ایجاد میکنه. دیدن که توی مغز اینا نورون های جدیدی تولید شده. خیلی جالبه. خب حالا برگردیم به اون داستان اون فردی که میخواد زندگی بدون درد رو یه جورایی برای خودش واضح ببینه از آیندهش چه اتفاقی میفته. اون میاد یک تصویری از زندگی بدون درد رو میبینه، همزمان ببخشید من اینجا یه چیزی افتاد و همزمان میاد چیکار میکنه؟ یه سری عواطف مثل امید، مثل هیجان رو بهش اضافه میکنه. دیگه تو اون لحظه بدنش توی درد گذشته نیست، بدن اون توی یک آینده جدید داره زندگی میکنه و یه سری سیمکشی ها اینا در مغزش هم تغییر میکنه.
چرا؟ چون بدن ما گفتیم دیگه نمیفهمه، مغز متوجه نمیشه که الان شما این تجربه‌ای که داری خودتو توی آینده بدون درد تصور میکنی واقعیه یا نه الکیه، فقط داری فکر میکنی. اگر بهش احساسات بچسبونی میتونی مغزتو گول بزنی. عملا دیگه متوجه نمیشه که این واقعیه یا فقط یه فکره. حالا اون فردی که توی فصلهای اول یه دارویی رو گرفته بود که خوب بشه، به دکترش اصرار کرده بود که به من یه دارو رو بده، ولی اون داروی بی اثر بود. ولی اون فرد چون انقدر تصویر خوب شدن رو بر خودش بزرگ جلوه داده بود و حس کرده بود که اون دارو میتونه خوبش بکنه، واقعاً بدن گول خورد. یعنی احساس کرد که باید این دارو جواب بده و یه جورایی اون دارو باعث شده بود که اون فرد خوب بشه و اندازه تومورهاش کاهش پیدا کرده بود. و وقتی بهش گفتن که نه این دارو بی اثر بوده، یعنی دوباره اون ذهن فرد فکر کرد که چی شده که بی اثر بوده و این حرفا، دوباره تومورها برگشتن. بعد دکترش دوباره بهش گفته بود که من میتونم یه نسخه بهتر این دارو رو برات پیدا کنم دیگه. بنابراین دوباره اون هیجان خوب شدن و امید سلامتی و اینها باعث شده بود که بتونه با همون داروی جدیدی که دوباره اون عملا یه داروی الکی بود و پلاسیبو بود، تونسته بود یه جورایی دوباره تومورها رو از بین ببره. چون بدنش نمیتونست تصور کنه که این افکاری که این داره آیا واقعیه. یعنی وقتی خودش رو با اون دارو سالم فرض میکرد، بدن نمیتونست فکر کنه که الان واقعا سالمه یا نه، فقط داره فکر سلامتی رو میکنه، چون خیلی احساساتش هم قوی بود دیگه. خب حالا پس ما به این نتیجه میرسیم که درسته که باید از ترس و خشم پرهیز کنیم و دور باشیم، اینا باعث میشه که به سلامتیمون یه جورایی خطر ایجاد بشه برای سلامتیمون، ولی به جز این نیاز داریم یه سری عواطف مثبت و هیجان انگیز، مثل هیجان، شادی، شوک‌گذاری، شکوه، رغبت، شگفتی، قدرشناسی، مهربانی، عطوفت. اینا بهشون میگن یه جوری عواطف قلبی مثبت. اینا رو هم باید ایجاد کنیم حتما که تا بتونیم مغزمون رو ببریم تو فازی که احساس کنی که واقعا این اتفاق داره در واقعیت میفته. حالا تازه این عواطف مثبت خودش هم یه عالمه فواید داره. وقتی ما این عواطف مثبت در خودمون ایجاد میکنیم، مثلا اکسیتوسین ممکنه ترشح بشه توی مغز ما. بعد یه قسمتی از مغز که آمیگدال هستش که مسئول ایجاد ترس و دلهره هستش، یه جورایی خاموش میشه. وقتی ما اکسیتوسین ترشح میشه، میتونیم اون قسمت رو خاموش کنیم. حالا وقتی که این ترس هم از بره کنار، از میان برداشته بشه، ما میتونیم حس اطمینان، بخشندگی و عشق بیشتری رو تجربه کنیم و یه جورایی از خودگذشتگی به ما اضافه میشه. یعنی ما از اون خودخواهی خودمون در میان، بیشتر از خود گذشته میشیم. حالا یادتونه که صحبت کردیم در مورد لوب پیشانی و گفتیم وقتی تمرکز میکنیم حواس دیگر رو یه جورایی میبنده، ورود اطلاعات رو جلوش رو میگیره و ما یه جورایی به اون حالت آگاهی محض میرسیم. یعنی زمان و مکان رو از دست میدیم و متمرکز هستیم روی یه چیز خاص. این کاریه که قسمت جلوی پیشانی مغزمون برامون انجام میده. خب وقتی ما تو این حالت هستیم، فرض کنید که الان نیتمون این هستش که یک شرایط جدیدی رو حالا تو سلامتی داشته باشیم یا هر چیز دیگه، از لحاظ مالی داشته باشیم، از لحاظ کاری داشته باشیم. بدنمون میره تو فاز عواطف مثبت. خود این عواطف و احساسات یه سری واکنش‌های شیمیایی تو بدن ما داره و این انرژی یه جورایی در بدن ما به وجود میاد و ما میتونیم برای آفرینش از این انرژی استفاده بکنیم. پس یعنی چی کار باید بکنیم؟ اول باید یک نیت شفاف از آینده داشته باشیم. بعد بیایم با یکی از اون احساسات خوب قلبی ترکیبش کنیم. بعد اونو هی تکرارش کنیم. انقدر تکرارش کنیم که یه جورایی بدن کاملا بتونه بپذیرتش. خب تو این تکرارها میاد بدن یه سری مواد نوروشیمیایی
ترشح میکنه و اینو به سلول های ما میرسونه و یه جورایی سلول های ما آماده میشن تا تغییرات اپیژنتیکی توشون ایجاد بشه. خب یعنی ما داریم عملاً چیکار میکنیم؟ به اون ژن ها و سلول ها یه جوری سیگنال هایی داده میشه که آقا آینده جدید من اینه، من میخوام این ژن ها فعال بشن، اینجوری میخوام سالم باشم یا این اتفاق میخوام تو بدنم بیفته. بنابراین بدن سعی میکنه همون پترن رو ایجاد بکنه. خب دوستان این بخش رو در همین جا به پایان میبریم و بقیه مطالب رو در وایس بعدی به اطلاعتون میرسونم. خدا نگهدارتون.